آخه میگم آخه بابی حالی میشیشتی آخه 2 ساعت شیشتی حالی داشت یه پیاله چای نخورده نه و چای ماندم جوشیده است بود ای بگه مهمون میشیدی آخه حالی زفرجان میایم مایلش آخه ای آخه من کار دارم نمیشه که میرم مایلی بابی رفتی ماما سلام بگو با یه روز ماما بگی یه جایی بیاین ها میگی بیارم شه ها بیارش بابی خیلی که من پیاده آمده میتونم نه که کمپیر بیچاره درمنده ای راه گشته نمیتونه میارم شو نیک همون راه پلی تاکسی رو بته ما بیارم شه ای بابی تو گرفته همون ماما بیار ما در همین جو میتونم راه پلی شه مالی دیگه باشه حالی میرم میارم شه مایلش خیلی گوار الله بای بابی گوار جان با تو انیق پلی تاکسی رو میتی ها بابی انیق پلی تاکسی رو میتم وی همون پل حالی میدادی که بالای دیلم ده میموندم دیلم گرم میشید تو ماما ما بگی بیا اول بابی میارم شه مایلش خیلی مایلش مصطفی ده بیرحمش انا میره میگنه بابی ای تو با در بیرون میگردی؟ گفتن یا راگو که برو زنن بابی مامده بود رفت هیچ خیلی مصفده ای پیشک ما بچه رو میکنی که میداو میویه مرغای همسایه تخم میکنی که میداو میویه این روزم چی دیلجه تاکی مصفد خسته اون که در اصل روزانه یا چی پرسون خودت کدام روز تولد شدی؟ روزی یکشنبه؟ چی دروغ میگی یکه؟ چی دروغ میگو؟ آخه همه قدر ساله که یه جای زندگی کرده ما حالی یگان بار تو یگان گفتی دروغ گاز دیگه نیستم روزی یکشنبه تولد شدگی هم؟ دروغ روزی یکشنبه دروغ گفتی زنم دروغ گفتی ما فهمیدم دروغ چی دروغ میگو؟ خیلی روز یکشنبه تولد شدگی روز یکشنبه دیخی اکو دیدم جمال ابرو هلال بزری چشمش بنهاد خال اقرم لبود چشمی سیاه دل پاره کرد تغیینی گو راست گپ خونت رفته سو بدون که هرچه در درونی باغ شیشتگی بودی با جای منظوری خوب خوشتر با ایجی خوبتره که فرقش هم شرده بریم در خونت بشینیم سری دسترخوان یا پیال چای گرفته بعد تبریک بگیم تا همه جیدم مبارک باشه فرزنددار شوید مبارک باشه صاحبی بچه شیدنت و با برای چیزی که برای چیزی که صاحبی بچه شیدی با چوزی که اکا آخه کدام نامرده زنی کلانیم ده بازی کرده کازیولی نگفته که ما گفتم شوخیه